آماده ندای وظیفه هستی؟ نه نگاه کن ندای وظیفه نه خدا مثلا بگیم یکی ناک و فلان آره بله. سرمان عقیم ببین همراه من تو کت من سوراخی که من میرم بیا خب من دارم میرم تو این پشمام بلوت بخور ببردار خب قوی شروع کردیم خب امیدوارم ادامه بازی هم همینجوری قوی پیش ببریم بلکه عشق و حال رفیقشو کشتی بله واقعا ماشاءالله سرمان عقیم خب واسه من نه کشتم اینم پشمای محمد ریخت وای خب دیگه نشد ببین شروع که طوفانی بود اجازه نکن سرمان بیا این بر این اتاق جدی شد من مردم مبارکت باشه اومدم انشالله سال میلادی تو تبریک بگم بکشش خاک دوست خدایی این دست اگه جز 10 تا نشیم به قرآن مجید قسم برو یکی اومد بایست عجب خریه واقعا نمیگود پشمام ترادیکس کبیر کش دوتا رو چلاس میکنی بزار گای شیل داری بهم بدیم شیل دیگه ندارم هنوزم داشتم ندارم پشمای محمد یاسین عجب کیلی خوردم پشمات تو کجایی اصلا جونش دیگه یک کردم ایجار باش من میگم این گیم اصلا گیه تو میگی نه سرمان واقعا خیلی غم بزرگی رو داری سپاری میکنی بدونم واقعا What the fuck is the ways دیدی همه رو دارم میکشم حال میکنی خدایی نه دارم بازی یاد میگیرم حال میکنی چه رفیل پروپلی داری بیا باید چیز بدم بیدم بخوری بیا بخور بیا پشتت سرمان بدم بلدی ماشاءالله خودی نمی برو جلو دم دیگم خدای من دونش یکه برو کجا این یکه بی شرف آخه کجا این یک بود قبول داری زون بازی از کل تو منجاسی 420 نیرو مثل آقابت نیگاه بودن همین میبینی تهش همین ته کابین یکی با آرپیجی میداره میکشه تو نزن زدم دیگه بخشید هیل کن نه هیل کن دیگه آقا مردم کجا نکن پشمای سجاد دیدی پشمات خدای ریخ ریدی نه بچه این فورتنایت پلیر گی بچه این فورتنایت پلیر گی سردار عقیم باجی چه خبره بیبی نتانیاهو ما هم بدنیم دیگه آقا بیبی کاراشو بکن کارا خودم دارم میبینم بکن ریدو سر اینجا نکن سر خودت ریدی
من زاغتو بشکنم. نفهمم چی گفتی ولی خودی رو میدونم. بزنه وحشی همه بزنه نزوشم گفتم علیز گی صدای انمی دارم. سربان عقیب بودو ما نباید فایت ها دست کنیم سربان. بابای من گرسنمه بخیم غذا بده سوسیس. یا این سوسیس ولی سوسیس مناسب تو نیست. دو تا انمی رو یک کردم من ولشون کردم خدا اینو میگم. با انمی اینجا سرمون عقیم حواستو جمع کن. او بالا ساختمون میبینی؟ نمیبینی دیگه گی با بالا ساختمون رسما اونجا دیدی؟ بیا پشت پشتتو بکن به پشتش. هر کی بهت پشت کرد پشت کن بهش. من همه بالا ساختمونش. نه چی بالا ساختمونه شدی چی میگی؟ خب دارم همه رو گایش میکنم. خب بالا ساختمون بری تو هم گایش میکنه. وای اونا بالا ساختمونش رفتن. وای مادر نیستن هم داره گیره غزه سیمولیتور. وای کی تو رو کشت؟ کی تو رو قشنگت کرده؟ مست ملنگت کرده. وایسا میکشم اصلا نمیبینم چی بکشمش. درمانده ریدم حاجی ریدم تو خودم. برو پایینته برو. بابا انمی اونجا خیلی بود الان یکی داشت داداش عشق من. این خبر و وضعیت میبینی؟ ساختمون ریخ خوجی خانه خراب شدیم. بیا باید شیلد بدم بخوریش بیا. آخه تو میمیری الان دوباره. بریم توی ساختمونم. نه ایجاد بمباران شد نه یا توی ساختمون خانه خراب شدیم. خارج شو خروج کن اینجا. خروج کن فرار کو. وای آقا وای والتر وایت اصلا میبینی چیزی؟ حاجی چرا مردی دادش دوباره؟ بیا برتر میتونی بیای؟ رو ساختمون قد گرفتن. آقا من دوباره مردم.